تعداد بیزهرا زادانه، یه تعداد بیزهرا کرمانه. اینجا جایی بود که ما قبلا ممکنه ماهی یک بار می اومدیم. خب از بعد از زلزله دست کم دیگه هفته 2 بار ما میاییم. بابام کجاست؟ همه بابات سفر امنه آخر باید 40 منزل سرم یه عبدالله جا به جا شد آخرین منزلگاهی که سرم یه عبدالله را بردن تو خرابه شام آخ تو سینه شب شد این دختر بچه از خواب بیدار شد شروع کرد های گریه کردن عمه من بابامو میخوام عمه من بابامو میخوام عمه بابامو میخوام زینب داره نماز شبشو نشسته میخونه آخ بمیرن با صدای گریه رقیه تمام اهل خرابه بیدار شدن همه بیدار شدن چه خبره آخه یه دختر بچه دارم یه عبدالله مونه باباشو گرفته همش میگه بابامو میخوام من بابامو میخوام آخ بمیرم خبر رسید به کاخ ملوک چه خبره چه اتفاقی تو خرابه افتاد دختر 3 ساله حسین بهونه باباشو گرفته باباشو میخواد آی گریه کنا آی داغ میده آی شما اینکه 1 سال دارید از فراق عزیزانتون اشک میریزید سال سن دارم 27 سال دارم رانندگی میکنم زیباترین لحظه این روز غروب خورشیده ذات طبیعت آدم به فکر میبرن غروب خورشید هم یکی از اون چیزهای تو طبیعت که آدم به فکر میبره آدم موقع تو فکر میره خانه‌ها یه چیزایی به مغزش میرسه حالا دارم میگم که ممکن درباره خوشحالی باشه ممکن درباره ناراحتی باشه نگاه کردم به یه کوه چیز خودش قشنگی جلوه داره ولی قشنگی و جلوه غروب خورشید نداره برای همین خاطر چه خوشحال باشی چه ناراحت به غروب خورشید نگاه کنی بهت آرامش میده تسکینت میده چه کار میکنی؟ الان تو فکرم ما هر لحظه که با خودمون واگذاشته بشیم فقط میریم تو فکر شهرمون تو فکر مردممون
فکر عزیزامون که از دست دادیم. باور کن لحظه غافل نمیشیم، یعنی کافیه 10 ثانیه که خودمون بریم و 10 ثانیه که مال خودمون باشیم فقط فکر، دیگه چیزی نیست. She singing? جزانوی ماشین داره. از تا چند سال پیش بخش جدید داره، بخشانات 3 سال داره، از 76 فکر کنم پخش. So Abdul, tell us about the morning. امروز صبح خوبی بود. اومدیم ارک به نمایشگاه و تعدادن که اومدن برای بازدید واقعا زیاد بودن. خوب بود. هم راضی بودن از نمایشگاه، از اینکه بخصوص کاردست خود بمیاسته جوونا بمی مردم بم خیلی براشو راضی کننده و خوب بود. واقعا براشو جالب بود، خیلی جالب بود براشو. و من متاسفم که ارگ بم همراه با مردم بم خاموش شد، خوابید. فکر کنم که یه جور به نظر میاد یه خواب ابدی هم باید فرو بریم، مثل اونا که زلزله رفتن، مثل مردم بم ارگ بم با اونا فکر کنم خوابید. یه ارگ برای ساختنش فکر کنم یه همت جهانی بخواد، نیست که بخوایم بگیم کار ایران باشی یا کار یک کشور یا دیگه کشور. تمام کشورها دنیا، تمام مردم دنیا باید برای ساختن این ارگ همت کنن، کمک کنن که این بنا تاریخی خیلی قشنگ دوباره ساخته بشه، دوباره جلوه باش برای تمام مردم دنیا، نشون بدیم که ایران یک کشور با قدمت با عظمتیه. بسش آقای کشتش بس شو بریم. گلاب دیو دست می‌کنم. موبایل من. بیا. بم انگار که سراغی بود تموم شد و تا بخواد دوباره بم بشه بم 50 سال طول میکشه. واقعا برای من خیلی مهمه که شهرم دوباره ساخته شده ببینم سرشار از شادی، مردم با روحیه، ساختمان‌های ساخته شده، مغازا، دوباره همون شور هیجان تو مردم تو بازار در حال خرید کردن، گشتن. اون روز من ببینم دوباره. I want to see them with happiness people